رسول الله صلی الله علیه و در بازار گیر میگشتن، یک یهودی زن دیدن که و یهودی از دین اسلام بیگانه است. یهودی زن 70 ساله بود، میگه 20 کیلو باره بچم هوچ کرد نتونسته کشوله کرده رفته سوداد. بعد میگه اومدم تن مادر جان من برای شما خدمت میکنم تن خوب میشه. باره میگه پیشو گرفتن، هر چو رسول الله کدی صحبت کرده تا خانهش بردن. گفتن مادر جان در کجا مانم؟ گفتن انی طاقه که نمونش بچم. گفتن که این قدر اخلاقی خوب داشته، رفتار و گفتار خوب داشته، من یک نصیحتت میکنم. گفتن نصیحت کن چی است؟ همین محمد گفتگی آدم برمده است، مبادا اگر دیش نه دعوتت کنه قبول نکن. نازی من همین. رسول الله تبسم کردن، میگن گفتن یا مادر همون محمد من باشم چی؟ گفتن اگر همون محمد تو باشی من ایمان میارم. به این رفتاری خوب بود. من در دوام 70 سال یگان آدم من یاردم نکرد. گفت من همون محمد هستم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اسلام مشرف شد. محمد به رفتارش، محمد به گفتارش، محمد به لفظ شیرینش هزارها آدم را ایمان آورده است. همون موسی پیدا که خدا خود در عرفیت میگن کو پول نگیر دعا گیر. خدا خود دعای وی خدا خود تیر است که خدا خود به الله میرسد. هر روز بلا می اومد است در روی دنیا. از توفیل 4 چیز الله بلا را دور میکرد است. یک دعای کمپیرا و موسفیدا، یک مسجدای کشاده، یک کودکا، یک حیوانا را الله رحم کرده بلا از ما و شما دور میکرد است. خواهیم که بلا بسری ما و شما نیاد عزیزانی من. البته موسفیدا را خدا خود حرمت کنید، عزت کنید. خدا خود شما را روز نشاد موسفید میشوید. یک جوان میگه در رفته سادات، یک بیچاره موسفید میانش بکری زدگی، کمانک شدگی. گفت که مذاق آور، گفت میگه بابا جان همین کمان ما و شما غولک، گفته که بسیار مشهور است، همین کمان غولک از کجا خریدین؟ گفت بچم بی سلام جان نشو، بی پلتن نمیتین انشاءالله. خدا خواهد و هم بیچاره قدی زیبا داشت و هم زمان بود میو شمال خدا چهره خوش رو داشت. برفت که زمان ما هم پیر میشیم، ما هم قطر میشیم، ما هم میون کج میشیم، ما هم پاچی کج میشیم. این زمانش میاد زمانی خنده نیست، زمانی توبه است. زمان انشاءالله خدا خواهد الله بسری ما شما روزی میارد. شاعر میگه این جهان کو است فعلی ما نیدا، باز می آید سوی ما عکسی صدا. 10 سال بعد 20 سال بعد خدا خواهد میاد بسری ما. با شما باد صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید.